سلام قاسم، یه جنس جدید آوردم، بمب. جدی؟ مطمئنه؟ آره خیالت تخت. آره ببینم چجوریه. اوه عجب بمبیه پسر. گفتم دیگه بمبه، توش RDX ریختم. چی ریختی؟ مواد منفجره C4. حرومزاده. آقا مغازه تعطیله، فردا هم نیستیم، پس فردا هم نیستیم، کلا دیگه نیستیم. من یه معلم شیمی مبتلا به سرطانم که به خاطر هزینه‌های بالای درمانم رو آوردم به تولید مواد مخدر. تو این راه با انواع مشکلات و دردسرای مختلف باید دست و پنجه نرم کنم. از پلیسا و ولگردا گرفته تا پیدا کردن دوستا و کانکشن‌های جدید، از کاشت اولین بوته گل تا راه‌اندازی اولین آشپزخونه. هدف فقط یه چیز بود، تبدیل شدن به بزرگترین تولید کننده منطقه. اما اونطوری که می‌خواستم همه چی پیش نرفت. صبح به محض بیدار شدن رفتم سراغ گلام که بهشون آب بدم. بعدش رفتم سراغ موبایلم و زمان و مکان معامله هام رو با مشتریام تنظیم کردم. بعدش رفتم پیش عموم که یه حالی ازش بپرسم. بالاخره انسان باید همیشه به بزرگترش سر بزنه و هواشونو داشته باشه. دیدم جلوی در نشسته و بهم گفت که پیش یکی از دوستاش یه امانتی داره و ازم میخواد که براش بیارمش. سویچ ماشینشو بهم داد و راه افتادم که برم جنسا رو تحویل مشتریام بدم. جنسا رو تحویل دادم. رفتم که برای گلدونم 2 بسته خاک بگیرم. به محض اینکه پامو از مغازه بیرون گذاشتم 2 تا پلیس جلومو گرفتن و شروع کردن به گشتن جیبام. چیزی پیدا نکردن ولی گفتن که بهم مشکوکن و بعدن دوباره میان سراغم. با آشناهای عموم حرف زدم و از دستش حسابی شاکی بودن که کلی پول بهشون بدهکاره، ولی این بارو هم جنسا رو بهم میدن به شرطی که هر چه زودتر بدهیشون رو صاف کنیم. سوار ماشین شدم و برگشتم خونه. عموم گفت که نگران هیچی نباشم، خودش بدهیشون رو صاف میکنه. به محض اینکه پامو داخل ماشین گذاشتم از شدت خستگی بیهوش شدم و خوابم برد. ای بابا یکم آرومتر مگه نمیبینی؟ پلیسا جلو در بودن و خبری از عموم نبود. به سرعت ماشین رو روشن کردم و پامو گذاشتم رو گاز. کجا میخواستم برم؟ نمیدونم، هر جایی بجز اینجا. چند روز بود که حتی یه لحظه هم چشام رو هم نذاشته بودم و فقط میخواستم برم یه جا که هیچکی منو نشناسه. رسیدم به جایی که میخواستم. ماشین رو یه گوشه پارک کردم و از شدت خستگی بیهوش شدم. با صدای نوتیف گوشیم از خواب پریدم. شنیدم که تو دردسر افتادی. برو یه باجه پیدا کن و از اونجا بهم زنگ بزن. نباید بهم شک کنن. پس رفتم داخل شهر که به عموم زنگ بزنم و یه خبری ازش بگیرم. بالاخره باید بدونن که چه بلایی سرش اومده. بعد چانسی آوردیم، دستگیرم کردم و به زودی میخوان دادگاهی میکنن. خوشحالم که فرار کردی. قبلا اونجا زندگی میکردم، جای بدی نیست و کلی موقعیت برای هیته کاریت اونجا وجود داره. یکم پولمون دور و برات خواهیم کردم، زیاد نیست ولی به قدری است که کمکت کنه دوباره سر پاشی. جای پولا رو بهم گفت و رفتم که برشون دارم. کنار فواره، داخل کانال آب و پشت سوپرمارکت. پولا رو برداشتم و برگشتم سمت ماشین که این چی بود دیگه؟ وایسا ببینم نکنه ماشینم. وای 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 ماشین خوشگلم. این چیه؟ خوش اومدی باویلا. اینجا قلم روی ماست، سعی کن پارو داممون نذاری. برام هیچی نمونده بود. رفتم پای تلفن و همه چی رو به عموم گفتم. یه کارتل قوی داخل شهره، خانواده بنزی. میدونستم بالاخره برات دردسر میشن ولی فکرشو نمیکردم انقدر زود پیدات کنن. ظاهرا یه جای کوچیک لازم داری که برای یه مدت توش پنهون شی. برو کنار موتل و ازشون یه اتاق اجاره کن. یه ابزار فروشی همون نزدیکی ها هست. برو خرت و پرتای کارتو بگیر، بالاخره از یه جا باید شروع کنی دیگه. رفتم و یه اتاق اجاره کردم. برای شروع بد نبود. حداقل یه سقف بالا سرم داشتم. هوا داشت کم کم تاریک میشد. پس سریع رفتم سراغ چیزایی که لازم داشتم. وسایلی که برای راه انداختن کارم نیاز داشتم رو گرفتم. دایی جون این خرت و پرتا رو برای چی میخوای؟ برای گل. بابا پسرم چه گلی؟ ماریجوانا.
خاکا رو ریختم داخل گلدونا و بعد یادم افتاد که هیچی برام نمونده که بکارم. خوشبختانه عموم منو به یکی از آشناهاش معرفی کرد و اونم قبول کرد که یه مقدار بذر رو قرضی بهم بده. جنسا رو تحویل گرفتم و کاراشو کردم. ساعت از 2 نصف شب گذشته بود، پس گرفتم خوابیدم. فرداش دوباره رفتم ابزار فروشی و برای جنسام یه میز بسته‌بندی گرفتم. یک کیسه آشغال گرفتم برای آشغالا، خب قاعدتاً، و رفتم که آشغالا رو بذارم بیرون که با یه چیز جدید آشنا شدم. کش فور ترش؟ چی؟ کش فور ترش چیه دیگه؟ داداش کش فور ترش چیه؟ با تو هم میناموز، با تو هم. خب این بره اینجا، اینم بره پیشش. آها مرسی. آها مرسی بابت پول. چمنا رو زدم، بسته‌بندیشون کردم، خواستم برم بیرون که وایستادم تا شب شه که بعدش برم بیرون. سلام خوشگله، بیا گل برای گل. های اونجا چه خبره؟ هیچی جناب سروان، داشتم میگفتم که چقدر زیبا هستن، چقدر بانو هستن، چقدر نه. جنس رو بهش دادم که امتحان کنه و خوشش اومد و همونجا یه پک ازم خرید. روز بعدش اولین مشتریم بهم پیام داد. هنوز حرفمون تموم نشده بود که نفر بعدی هم پیام داد. قرار ملاقات رو گذاشتیم و جنسا رو بهشون دادم. کل شهر رو داشتم شخ میزدم که تعداد مشتریامو ببرم بالا. خیلیا با جنسام حال کرده بودن و خیلیام نه. که اشکال نداره به نظرم، بران میدونی هر کی نظر خودشو داره و نظر همه هم محترمه. هی داداش علف میخوای؟ علف چیه؟ برو اونور، من یه گاوم. تو با اون قیافت تخم گاوم نیستی. اون چیه دستت؟ وایسا اون چیه دستت؟ کارد میوه خوریه، نگران نباش. بیا اینجا. داداش شوخی کردم، خودم گاوم. اونو خودم میدونم کسکش، میخوام بگیرم پوستتو بکنم. کمک! تشنم شد بذار نوشابه بگیرم. واسه ببینم بی‌ناموس بذار نوشابه دارم. بیا اینجا، عمو میخواد نوشابه‌تو برات باز کنه. بیا. هوی کس. کارم داشت رونق میگرفت و کسایی که بهشون نمونه رایگان داده بودم میخواستن ازم جنس بگیرن. تقاضا برای جنسام داشت بیشتر و بیشتر میشد، ولی تولیدم به حدی نبود که بتونه جواب بده. فرداش رفتم دنبال یه جای جدید و بزرگتر که توش بتونم تولیداتم رو بالاتر ببرم. بعد از کلی گشتن با خانم مینگ آشنا شدم و اتاق بالای رستورانش رو اجاره کردم. جای بدی نبود، حداقل از اون دخمه که توش زندگی میکردم بهتر بود. اسباب کشی رو انجام دادم و یه سری وسایل جدید گرفتم. الان دیگه میتونستم تولیدم رو خیلی بالاتر ببرم. معامله پشت معامله، گوشیم داشت میترکید از پیام‌های خریدارا. کار به جای رسید که دستنها نمیتونستم هم تولید کنم و هم بفروشم. پس با بنجی آشنا شدم. اینطوری فشار از رو شونه‌هام یه ذره برداشته میشد. درآمد خوبی داشتم و پیش خودم فکر میکردم که باید یه ماشین و یه خونه بزرگتر بگیرم. چیه اومدی ماشین بخری؟ پول نداری؟ بدبخت. خب ببینم قیمتا چطوریه. سلام قربان، اومدم ازتون یه ماشین بگیرم. به به، سلام، چطوری عزیزم؟ خوش اومدی. بگو ببینم چقدر پول داری؟ $1000. $1000؟ گفتی $1000؟ بله چرا؟ اون پشت یه خر داریم اگه میخوای تا رفتم ماشین بخرم یه خر بگیر چه بسونه. میبینم که باز پیدات شد. برون بر که اعصابم خیلی خورده. اسکل. با اتفاقاتی که افتاد فهمیدم که هنوز راه درازی رو پیش رو دارم. باید هر جور که شده فروش و سودم رو بالاتر ببرم. برای این کار نیاز به آشنا کانکشن داشتم. به عموم زنگ زدم و بهم گفت که چیزایی که من میخوام رو فقط بازار سیاه داره. رفتم اونجا و اولین کسی که باهاش آشنا شدم استن بود. استن تو کار سلاح سرد و گرم بود و هر سلاحی رو که بخوای میتونه برات پیدا کنه. بعدش با اسکار آشنا شدم. آچر فرانسه که میگن ایشونه. چرا؟ چون که هر چیزی رو هر وقتی که بخوای میتونه برات فراهم کنه. و آخر سر با مانی آشنا شدم. مانی توی هر کاری که بخوای میتونه برات نیرو استخدام کنه. از نظافتچی گرفته تا شیمیدان. مانی کارش درسته. الان که کانکشنامو پیدا کرده بودم، وقتش رسیده بود که کارمو حسابی توسعه بدم. میخواستم کنار گل فروشی شروع کنم به فروش شیشه و شیشه. آره، همون. اما قبلش لازم بود که یکم پول گیرم بیاد، چون که این کار نیاز به جای بزرگتری داشت. یه جای جدید پیدا کردم که از خونه قبلیم خیلی بزرگتر بود. شروع کردم به اسباب کشی و خریدن ابزارهای جدید.
رفتم پیش اسکار و هر چیزی که برای پختن محصول جدیدم میخواستم رو ازش گرفتم. قرص، شربت سرفه، یکم از این چیزه هم میزنیم، میجوشونیم. حالا محلول به دست آمده رو داخل فر میذاریم. چند دقیقه بعد آماده بود و از داخل فر بیرونش آوردم. رفتم پیش مانی که یکی رو برام استخدام کنه که توی کار آشپزخونه کمکم کنه. اوضاع داشت بهتر و بهتر میشد. خونه جدید، دیلر جدید، کارمند جدید. حالا وقتش رسیده بود که خلاقیت به خرج بدم. چرا؟ چون که میخواستم هم سودم و هم فروشم رو ببرم بالاتر. چطور؟ با میکس کردن انواع جنس‌ها با هم دیگه. رفتم سوپرمارکت و چند قلم جنس گرفتم. آوردم خونه و شروع کردم به میکس کردنشون با محصولاتم. اینطوری میتونستم چیزهای بهتر و اعتیاد آورتر و در نتیجه گرونتری رو عرضه کنم. باز تو سر و کلت پیدا شد؟ نه گوش کن، بذار یه چیزی رو بهت بگم. ببین، دفعات قبلی که همدیگه رو دیدیم زیاد برخورد خوبی با همدیگه نداشتیم و من دوست ندارم که این قضیه بیشتر از این ادامه پیدا کنه. واسه همین من امروز با یه نیت پاک تصمیم گرفتم که یه هدیه برات بیارم. هدیه آوردی که چی بشه؟ باعث شه این کدورت‌ها رو کنار بذاریم. ببین مطمئنه شادی آوره و باعث رفع سیاهی میشه. یعنی دیگه مجبور نیستی اینجوری باشی. چجوری باشم؟ اینجوری هیچ. ببین داداش، هر کی با ما ور افتاد در افتاد. فهمیدی؟ خداحافظ.